محل شمال هم هوای ابری زیاد دیدم، اما آفتاب میاد، ابر همیشه نمیمونه. اگر آدم میتونه خوبی بکنه، اگه نکرد بدی به کسی نکنه. لازم نیست آدم چاپلوسی کنه برای اینکه زحمت کشید. آیا شما این همه اینجا زحمت میکشید؟ آیا احتیاج داره بی جهت کرنش بکنید، دست کسی رو ببوسید؟ من پای یه پیرزن ضعیف رو میبوسم، هیچ اب نداره. اما کسی که ادعای قدرت اینا بکنه، من حاضر نیستم. ما همه آدمیم روی این زمین. حالا یکی وزیر، یکی وکیل، یکی کارگر زحمتکش است. من ارزشیابی و معیار من روی آدما هرگز به پست و شغلی که دارن نیست. چون حتی در یک ماشین، چون من مدتی کار مکانیکی کردم، یه واشر کوچیک ممکنه کار موتور رو مختل کنه. یه واشر کوچیک، یه واکیوم لاین کوچیک، اینه که توی جامعه تمام اعضای جامعه برای جامعه مفیدن. ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ارجح بدونیم.